میماند، ولی صلح و مصالحت با جوامع نه با خواهی در فکر آزاد کردن ملت و کشور از یک توده نیم امواش دوندوز باشه، انشاءالله که هم ثواب دارد و هم سربلندی ها دارد. من شک ندارم که حتی بعد از همین ملاقات ما هم در تاجیکستان علاقه بعضی از ظالمان، بعضی از بی‌فرهنگ‌ها و نامردها باز بروند سراغ پدر و مادران و سوارها و کسانی را که از زن و کودک و پیرمرد و پیرزن بتوانند اذیت کنند، فشار بیارند. ولی اون ملاقات‌های من همیشه ملاقات یک مهمان و مهاجرین تاجیک بود. حالا این ملاقات ما ملاقات یک مهاجر با مهاجرین دیگر است. این شاید اولین ملاقات هم هست که با مردم همچنین از مهاجر ملاقات کرده ایستادن با وضعیت مشترک، شرایط همگون و ما هم دیگر در یک خلاص هستیم. بیشتر ملاقاتی که من به حیث رهبر نهضت اسلامی ترکمنستان و وکیل مجلس نمایندگان اومدم به خاطر آن که از وضعیت مردم آگاه باشم، میشناسم و خواهی شد تمنیات آنها را در اون مقداری که در اون چارچوبی که از گذشت می‌گذاریم انجام می‌دهم یا به مقامات دولتی و کسانی که قرار و تصمیم هستند کشور برسند. الحمدلله که تا حدی که امکان داشت که مسئولیت خودشون در سال گذشته انجام دادیم. ولی حالا بار اول در یک شرایطی هستیم که همه برداریم. دیگر اینجا وقتی ما حرف شما رو میشنویم، درخواست یا خواهش شما رو میشنویم، به کسی دیگر از جنس بشر آن رو انتخاب نخواهیم. به کسی دیگر عمل نخواهیم جز به خداوند. این خواهش و تمنیات شما و آرزوی شما به کسی دیگر رسانده نمی‌شود، چون دیدیم که دیگر در قدرت بشر نیست، در قدرت هیچ کسی، هیچ سازمانی نیست که وضعیت ما و شما را در داخل کشور بهتر کرده باشد مگر خداوند متعال و همه ما در یک جایگی، نه یک شخص به تنهایی، بلکه همه ملت در یک جایگی می‌تواند حرف دل همگان رو بشنود و برای تغییر کردن وضعیت ما شما تأثیر بیارد. من وضعیتی که ما و شما داریم مردای ازش معلوم باشم، این وضعیت رو تنها یک هجرتی عالی نمیدونم. پیامبر اکرم در یکی از حدیث‌های شریفشان می‌فرمایند که هر کسی که برای خدا و رسول هجرت کرده باشد، من هاجر لله و لرسوله فهجرته الی ما هر کسی که برای خدا و پیامبرش هجرت کرده باشد، پس هجرتش به خاطر خدا و پیامبر است. اگر مردی به خاطر مال، به خاطر زن گرفتن، به خاطر تغییر مکان هجرت کرده باشد، پس هجرتش به خاطر همون است. مقام و مرتبه و جایگاه هجرت از هجرت برمیاد. وقتی که ما در روسیه با مهاجرین کاری تاجیک مواجه شدیم، مشخص بود که هجرتشان برای پیدا کردن رزق حلال است که اون هم ثواب دارد. تلاش کردن و هجرت کردن برای پیدا کردن و کسب رزق حلال این عبادت است. ولی شهروندان ما در روسیه قبلا به خاطر آزادی‌ها، به خاطر مقدسات، به خاطر دفاع از دین و به خاطر دفاع از جان و تن و نفس هجرت نکرده بودند، مگر اینکه در سالهای 90 بعد از جنگ شهروندی خانمان شد. ولی در این 15-20 سال اخیر هجرت ملت تاجیک به خاطر رزق حلال، به خاطر پیدا کردن شرایط بهتر. ولی باز
خداوند تحصیل کرده بودن که باری دیگر برای ملت ما این نوعی هجرت رو هم پیش آورد. هجرت به خاطر خدا، هجرت به خاطر دین، هجرت به خاطر حفظ ننگ و ناموس و هجرت به خاطر آزادی ما. یا به یکی از منطقه‌هایی که از لحاظ فرهنگ یا دین نزدیکتر است. اون وقت در این جزیره عرب اکثریت مشرک بودن، بتپرست بودن و در اطراف هم قوم قبیله‌های بتپرست زیاد بود که هم سرزمینشون عرب بود. یمن برای مثال یا شام، عراق، حتی در داخل همون نیم جزیره عرب در داخل حجاز هم امکانیت هجرت در دیگر شهرها بود. مثل حاضره نبود که توسط پاییزد و هواپیما و ماشین در یک چند ساعت شما از یک شهر به شهر دیگر هجرت کنید، از مکه به مدینه هجرت کنید. برای هجرت از مکه به مدینه که بعدا هجرت هم شد، هجرت دوم، روزها و هفته ها لازم بود. حقیقتا انسان میتوانست از خطرها خود را نجات بده. ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اصحابش هجرت را به کجا دستور دادن؟ به حبشه، که باید حتما دریا را یا بحر را باید عبور کنند. به خاطر چی؟ برای عدالت و برای داشتن آزادی بیشتر اصحاب را دلالت و هجرت به اون طرف و واقعا وقتی که رفتن و پیام خود را رساندن، درد دل خود را گفتن، شاه حبشه اونها را پذیرفت. حتی وقتی که مشرکین مکه هیئت فرستادند برای بازگرداندن آنها، برای سپاریدن آنها، به قول امروزه برای دپورتاسیون یا اکسترادیسیون، شاه حبشه قبول نکرد. گفت چون اینها برای آزادی آمدن، برای عدالت آمدن و وظیفه ما هست که از اینها پشتیبانی کنیم. همونطور که امروز حکومت تاجیکستان مثل مشرک‌های مکه به هر پایتخت هر کشور اینترپول می‌فرستند. اون وقت هم اینترپول مشرک‌های مکه همون هیئتی بود که نزد پادشاه حبشه برای دپورتاسیون و اکسترادیسیون مسلمانان فرستاده شد. امروز هم می‌بینیم که با اینترپول بین‌المللی که دفترش در شهر لیون فرانسه هست، من معلوماتی دقیق دارم که رهبریت اینترپول ترکیستان آمد با درخواست بازداشت و اکسترادیسیون چندین نفر به ترکیه و ایران و روسیه و هر کشوری که امکان دارد مثل همان مشرکان مکه هیئت می‌فرستند. ولی همون طوری که شاه عدالت پیشه حبش در اون وقت مسلمان‌ها را سپرد، هر کشوری که در آنجا عدالت هست، اگرچه مسیحی است، اگرچه مسلمان است، اگرچه بیدین هست و درخواست اینترپول قریشی‌های امروزه جواب مثبت نخواهد داد. معلومی کنید کاملا با خودی مجموع کردن شرایط بهتری روچه که رسیدن شاید در بین شما باشن اکثریت افرادی کاملا با خود اساسیت تجربه هجرت اقتصادی را دارید، هجرت مهاجرت کاری را دارید، ولی چون شرایط در روز از لحاظ سیاسی باید تلاش کنید که معیارها را رعایت کنید. حتی نماز هم که اگر شما بخوانید در نماز معیارهای رعایت نشود، رکوع و سجود و قرار و قرائت اگر درست رعایت نشود، شما اون نماز باید نخواهید کرد. عبادت نیست، این یک عادت از شما انجام. ولی خداوند تحصیل کرده است شما متفاوت باشید. در آلمان، در فرانسه، در آستریا، در انگلستان، هلند، در تمام دنیا شاید حرفای ما را دوستان و برادران توسط شبکه‌ها در دیگر جاهای جهان هم می‌شنوید. در هر یک گوشه دنیا که شما هستید، اگر مواجه شدید، شما تبدیل کنید هجرت شما را بکنید. اون هم راه دارد، هم شرایط دارد که باید که معیارهای اسلامی رعایت شود، فرهنگ ملی را رعایت شود. کاری نکنیم که من امید دارم باور کنم که مهاجرین ما خصوص هموطنان تاجیکی ما یا تاجیکستانی ما در هجرت
قانون‌ها و فرهنگ رو رعایت بکنند. و یک نکته بسیار مهم است که می‌خواستم و شما بگویم که این خواهش دلی من است. عملیات من این است که در این کشورها زندگی کنید، کشورهای آباد و زیبا هستند، ولی فراموش نکنید که ما در اینجا مهمان هستیم. باید یک روز برگردیم و وطن خود و کشور خود. کسانی که اینجا برای زندگی دائمی و ابدی آمدن تا روزی که هستند اون اختیار آنها است. ما با آنها هم حرفی نداریم، ولی مخاطب ما کسانی که حرف ما رو میشنوند با آنها صحبت داریم کسانی هستند که در فکر بازگشت به وطن و کشور هستند. اما با چی کشور؟ با چی وطن؟ با وطنی که در آن آزادی‌ها محدود است، با وطنی که در آن فعالیت اقتصادی، سیاسی، دینی محدود است، یا با وطنی که در آنجا آزادی‌ها تأمین است، و وطنی که در آنجا انسان کرامت دارد، شرافت دارد، قدر و قیمت دارد، آزادی‌های انسان معیار اساسی در کنستیتوسیون است، در قانون است و از طرف حکومت و پرزیدنت و پارلمان و امنیت و مینیستر رعایت می‌شود. ما نیاز به برگشت به این گونه وطن برای آنکه به این گونه وطن برمیگرده برادران و خواهران عزیز راه خیلی طولانی هست، خیلی پرمشقت هست، زحمت می‌خواهد، تلاش می‌خواهد، مبارزه می‌خواهد، همبستگی و اتحاد می‌خواهد. بعد اون وقت اگر خداوند نصیب کرده باشد عبادت‌های ما را قبول کند، دعا و نیایش ما را قبول کرده باشد و فعالیت ما نتیجه و ثمره خواهد داشت که ما بار دیگر به وطن برگردیم. هیچ کس در اینجا حداقل اکثریت در اینجا نیتی موندن نداره انشاءالله. اما مسئولیت ما چی هست؟ در اون مدتی که در هجرت قرار داریم بغیر از اون حرفایی که خبر می‌دن که ما باید قانون‌های کشورها رو رعایت کنیم، فرهنگ رو رعایت کنیم، از خود همچون یک مهاجری با فرهنگ و با مدنیت نمونه بگذاریم در این کشورها. بغیر از این بود شاید مسئولیت دیگر هم باشه. یادمون نرود که این ساعتها، این روزها هموطنان ما، برادران و خواهران ما، حتی خویش و توانهای ما در دشوارترین روزهای زندگیشون به سر میبرند. من شک ندارم که حتی بعد از همین ملاقات ما هم در تاجیکستان علیه بعضی از ظالمان و بعضی از بی‌فرهنگ‌ها و نامردها باز بدارم سراغ پدر و مادران خویش و توانها و کسانی را که از زن و کودک و پیرمرد و پیرزن بتوانند اذیت کنند، فشار بیارند تا اینکه آنها در نوبت خود فشار بیارند و فرزندان و پیامبرانشون در خود. یادمون نرود که حالا مردم منتظر هستند که کسانی که هجرت کردند چه رئیس و چه رهبر و چه انسان عادی در چه برنامه هستند برای بازگشت به وطن. من دو پیش از برادران زندانی توسط بعضی‌ها پیام می‌گیرم و نه تنها از برادران از کسانی که در گروگان حالت گروگان قرار دارند. بسیاری از پدر و مادران ما خویش و توانهای شما در گروگان در دست یک حکومت ظالم. شما در تاریخ بشریت شاید حکومت را دیگر سراغ نشدید به خاطر رقابت با انسان‌های دیگر زن و جوان و طفل و پیرمرد و پیرزن را حبس کند یا گروگان بگیرد. حتی چنگیزخان، هیتلر، تیمورلند هیچ کسی در تاریخ بشریت چنین کارها را نکرد. گاه من به دوستان میگم درست است که فرعون یک رمز ظلم در قرآن و در سرچشمه‌های دینی هست، ولی گاه وقتی که ما فرعون رو همچون رمز میاریم تهمت در حق فرعون میشود، چون فرعون بزامنه از اون فرعون ها میکنه. اونها با موسی کار داشتن، با یوسف کار داشتن، ولی نمیرفتن با خانواده حضرت موسی و حضرت یوسف و دیگر شخصیت‌هایی که مخالفشون کار داشتن، ولی این فرعون ها با همه کار دارن، با زن و بچه و پیرمرد و پیرزن. اما از ما چی انتظار دارن؟
اونها درست که میدونن که بعد از هر صحبت ما، هر فعالیت ما گودرشون فشار میاد. بعضیشون از ما شما تمنا میکنن که خط کنید، ولی هستن دیگرانی که خصوصا برادرانی که در زندان هستن، خواهرانی که در زندان هستن، اونها این چیزای آزادی هستن، انتظار آن هستند که برادرانی که هجرت کردند از دست اون ظالمان رها یافتند در فکر برادران زندانی هستند و راههای آزاد کردن زندانی‌ها، همه زندانی‌ها، چه زندانی‌هایی که بعد از سپتامبر زندانی شدند، چه کسانی که قبل از اونها زندانی شدند، آنهایی که با دلیل‌های سیاسی برای فعالیت سیاسی و دینی زندانی شدند، اونها منتظر ما شما هستند. اگر ما فقط در فکر آن باشیم که به اینجا رسیدیم، حالا این کشور منزل بدهد، غذای بدهد، اسباب یا امتیازهای بدهد، در همین کافی است در اینجا فقط در فکر خودم باشم. من نظرم این است که هم خیانت به وطن است، هم به ملت است، هم خیانت و مفهوم و فلسفه هجرت است. پس ما مهاجر به معنای قرآنی و معنای اسلامی و واقعیش نیستیم. پس ما یک انسان هستیم که در فکر شکم زندگی بهتر راحت هستیم و وطن ما رو که روز جای کار نیست، فشارها زیاد شده ترک کردیم. شاید ثوابی هم از این نداشته باشه، ولی اگر در فکر برادران خواهران، در فکر فلاح مادر، در فکر آزاد کردن ملت و کشور از یک توده نیم اوباش نیم دوست باشه، انشاءالله که هم ثواب داره و هم سربلندی ها داره. انشاءالله با سری بلند خواهدان برگشته هم در نت خواهدان سربلند هم در نت بندگانش. اما برای ما که به این نتیجه برسیم چی باید کرد؟ این مسئله نیست که در یک روز در یک جلسه حل شد. ما و هیچ کجا سلاسیمه نیستیم، اگرچه بحث بسیار مهم است. ما نمیخوایم که برادران ما سالها در زندان باشند. هر روزی که ما در اینجا برنامه میکشیم، فکر میکنیم، با سازمان‌ها ملاقات میکنیم، با کشورها ملاقات میکنیم، برای برادران زندانی ما سال هست. ما نباید از حد زیاد فرصت را طولانی کنیم، چون هر روزی که دیر میشود برای برادران خواهران ما اذیت است، فشار هست. بعضیشون سن و سالشون خیلی رفته است. استاد داماد عبیدالله از 70 بابا، استاد سیفالله زاده، استاد محمد علی فضل محمد، استاد سیدالله حسینی، این استادان بزرگواران و برادران اکثرشون سن و سالشون رفته است. برای آنها هر روزم در زندان بودن اذیت دارد، مشقت دارد. از اون جمله برای جوانان هم بیشتر از 200 نفر فقط در پرونده ماه سپتامبر زندانی شدند، چه رسد به کسانی که قبل از ما زندانی بودند، مثل برادران عزیز گرامی‌قدر ما زید سعید و محمد اسکندر و شهرت قدرت و ده‌ها برادران و استادان دیگر که در زندان هستند. اینا هم ملت منتظر آن هستند که ما و شما کسانی که در هجرت هستیم، در آلمان، در آستریا، در لهستان، در روسیه، در ایران، در ترکیه، چه تصمیم میگیریم، چه برنامه مشترک داریم برای آزادی ملت و کشور از ظلم، از دیکتاتور، از بی‌عدالتی. من باور دارم که در آینده نزدیک اقدام‌های گرفته خواهند شد، جلسه‌ها، مشورت‌ها انجام خواهند گرفت بدون احساسات، بدون بلندپروازی‌ها، بدون تقسیم کردن ملت و مهاجرین به حزب و گروه و تشکیلات‌ها و سازمان‌ها، فقط با یک هدف مشترک به خاطر آزاد کردن وطن و ملت از اون حالتی که امروز داریم. در این چند مدت اخیر که بنده در تحقیقات و ملاقات‌ها بودم، شاید بعد این چند مقام خدمت آمد شدم برای روشن شدن این وضعیت. چندین کشورها را زیارت کردم، ملاقات‌های خوب در سطح
مسئولین کشورها، مسئولین سازمان‌های بین‌المللی انجام شد و حالا که من درخواست پناهندگی نکردم و مقید به جای به کشوری نیستم، این شرایط رو که بین کشورها، بین منطقه‌ها و حتی قاره‌ها یا به اصطلاح کنتیننت‌ها سفر داشته باشه برای انجام ملاقات‌ها. و درست است که هر کشور، هر سازمان منشأ خودش دارد، ولی همراه آهسته آهسته درک کرده شدم که در تاجیکستان یک مصیبت بزرگ رخ داده است که جامعه جهانی از آن آگاه نبود. آگاه شوی جامعه جهانی از وضعیت ملت ما و سستی و کلی صورت گرفته ایستاده است، ولی انشاءالله من باور دارم که توسط ملاقات‌ها و زحمت‌های همه برادران خواهران، همه مسئولین آگاهی بیشتر پیدا خواهد شد در سازمان‌های بین‌المللی در کشورها و وضعیت به همون شکلی که الان هست باقی نخواهد. چرا جامعه جهانی از وضعیت تاجیکستان دیرتر آگاه می شود؟ قبلا آگاه نبود. قبل از حادثه ها اگرچه من شخصا و دبیر کل سازمان ملل نامه فرستادم با آقای پوتین و آقای روحانی، همچون دو کشور کفیل صلح تاجیکستان نامه فرستادن که دارد یک طرف حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت صلح و سازشنامه صلح خیانت می‌کند. شما آگاه باشید پیش روی این خیانتکاری گرفته شود. ولی جامعه جهانی چندان توجه نکرد با چند دلیل. یکی همه جهان مشغول دیگر نقطه‌های داغ بودند مثل اوکراین، سوریه، لیبیا، عراق، افغانستان و در نظر آنها تاجیکستان یک منطقه هنوز آرام و باثبات جلوه کرد. هنوز هم این فکر وجود دارد. نقطه دوم این است که نه اپوزیسیون تاجیکستان، نه حزب نهضت، نه دیگر گروه‌ها فقط به خاطر آنکه حکومتداران ما خودشان عقلشان به سر می‌زند در این تصمیم‌های غلطشان تجدید نظر می‌کنند و سیاه کردن ملت و کشور در پیش خارجیان نشود، ما از گفتن این مشکل‌ها در نزد خارجی‌ها خودداری می‌کنیم. به هر کجا یک سفر می‌کردیم اگر از ما سوال بشه می‌گفتیم بله مشکل‌ها هست، مشکلات اقتصادی هست، مشکلات سیاسی هست، ولی ما انشاءالله خودمون در داخل وطن این مشکلات را حل خواهیم کرد. امنیت فنی میکنیم، راه حل رو پیدا میکنیم. گاه با ما پیغام میرسد که یک کمی آرومتر باشید، امکان داشته باشید حل کنید سامانه‌ها و مدیران که اینها رو اذیت کردیم. ولی پیام ما هم به پدر و مادران و خویشاوندان این است که اولا شما را باشید، خود ما را بپذیرید و ما باید برای شما در ایجاد کردیم. ولی یادتون نرود که در زندان‌های تاجیکستان ده‌ها و صدها فرزندان شما، برادران و خواهران شما هستند که منتظر فعالیت‌های ما هستند. ما فقط مسئولیت فرزندی برای شما نداریم، مسئولیت برادری برای شما نداریم. ما مسئولیت خدمت برای زندانی‌ها هم داریم. بنابراین اون شرایط بدی شما را درک بکنیم و عذر خدا برسانیم، عذرخواهی بکنیم، ولی ما را هم ببخشند و در حق ما دعا کنند که خداوند ظفر بدهد، سربلندی بدهد تا اینکه همه ملت آزاد شود، هم زندانی‌ها و هم شما پدر و مادران، برادران و خویش و تبار از ظلم و شکنجه حکومت بالای سر شما باشد. بنابراین ما با نمایندگی از همه شما، همه برادران، عذر مشترک و خواهش مشترک رو به همه تاجیکستانیان پدر و مادران برسانیم انشاءالله. ما از مشکلی که داشتیم با شما صحبت کرده مستقیم و غیر مستقیم مشکل تاجیکستان دیگر رژیمی دیکتاتوری ولی دیگر زیاد نمی‌کنم با هم صحبت کنم. فقط سوال من به صورت مهاجرین که امروز در آلمان هستند این است که نه تنها مشکل در تاجیکستان وجود دارد بعد از تاجیکستان، اینا هم امروز برادران مهاجرین که در آلمان هستند و خیلی مشکل رو برداشتن. من خودم زیادتر از یک سال به شب با سرچشمه کار میکنم و برای مهاجرین و مثلا مهاجرین سرکار دارم و چند جمعیتی که به مهاجرین خدمت میرسونند مراجعت کردگی هستیم نسبت تاجیکستان که حالا در متجگر اندیشه دارند که تاجیکستان یک دولت آرام و یک دولت دموکراسی است
و بنیادم هست چی که خودشان ادعا میکنن دولت‌های ما، اینا هم همون چیزا برای ما جواب میدن. در این دوره اون پیشنهاد در اون چیزی در وزارتی باشه که اون تامین چاره‌ای هست برای بسیار سوال مهم است. وقتی که من خودم چند ماه پیش آمدم، تقریبا همون شب و روز موج مهاجرین تاجیک و شهر اروپا شروع شده بود و ما خبر رسید که در مرز پولشا در ایستان شمار زیادی تاجیکان جمع شدن. بعضی‌ها امکان گذشت پیدا کردن، بعضی دیگر نمی‌شدن و حکومت پولشا هیچ دلیلی برای پذیرفتن مهاجرین تاجیک نمی‌بینید، چون فکر می‌کنم که تاجیکستان کشوری آرام هست، کشوری ثبات هست، دموکراسی هست، حقوق انسان رعایت می‌شود و هیچ ضرورتی برای هجرت نیست. من اون چند روز سفر داشتم به یکی از کشورهای خارج اروپا و اولین کاری که در اون کشور کردم ملاقات با سفیر پولشا در همون کشور و در صحبت اول معاون سفیر بود، دیدم یه خانم بود، دیدم که مسئله رو خوب نگرفت، درک نکرد و بعد 2 روز درخواست کردم که با خود سفیر میخوام ملاقات کنم و سفیر پولشا در اون کشور ما رو پذیرفت و بعد ملاقات 2 ساعته ایشان درک کرد که واقعا چیزی هست در تاجیکستان که مردم رفتن و رهبر یک حزب سیاسی سابق وکیل مجلس مسئله رو میبرد و ما 2 روز وقت داشتیم که ما مسئله رو بکنیم و با شما جواب بدیم. بعد از 2 روز از من خواهش کرد که شما یک نامه رسمی و وزارت کار خارجه پولشا بفرستید و مسئله رو شرح بدید و اون طرف آماده است که همکاری کنیم. ما این نامه رو نوشتیم، فرستادیم و رسانه شد و اینچنین از طرفی بعضی دوستانی که در اروپا مقیم بودن تجربه بیشتر داشتن، اینا هم تلاش کردن رفتن از داخل در پولشا با مسئولین مهاجرت پولشا ملاقات کردن. حداقل پولشا درک کرد که در تاجیکستان مشکلی هست و گذراندن مهاجرین بعد از اون از مرز آسان‌تر شد، سبک‌تر شد و خیلی ها دیگر گذاشتن. حتی من یادم هست که از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یکی ما در مرز نشست و همه اجازه دادن، با او اجازه ندادن. چرا؟ گفتن که این اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، پاسپورتش مهر عربستان حج داشته است، ایران داشته است، چندین کشورهای اسلامی داشته است و همین خاطر اجازه ندادن. ولی بعد از آنکه نامه‌نگاری شد با اونها فهمیدن مشکل اساسی رو باز هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور بوده. بعدا گذشته اون نفرها اعضای حزب نهضت و پولشا همین گونه ملاقات‌های من در چندین کشورها انجام شده. در اتحادیه اروپا در بروکسل 2 ملاقات انجام شد، در ژنو با سازمان مهاجرت جهانی با سازمان‌های غیر بین‌المللی ملاقات انجام شد و با چند در وین با چندین سفیرها ملاقات انجام شد. البته طبیعت کاری من همین است که 90-95% فعالیتم رو رسانه‌ای نمی‌کنم، در اخبار و شبکه‌ها و فیسبوک نمی‌نویسم، ولی این معنی ندارد که در این کار انجام نشده. کارهای زیادی انجام شد. الان تقریبا یه شاهد بود که 50% سازمان‌های بین‌المللی و کشورها از مشکل تاجیکستان آگاه شدند. نه همه‌شون، ولی آگاهی کردند. سازمان‌های بین‌المللی مثل امنستی اینترنشنال، هیومن رایتس واچ، فریدم هاوس، کمیته هلسینکی، اینها علیه چندین اظهارات و بیانیه‌های قوی درباره تاجیکستان بیان کردند. ریپارتور دسگرانیت و چندین سازمان‌های دیگر این در تصمیم گیری دولت‌ها تاثیر دارد. شما باری اول شاهد شدید که در نشست دائمی کمیته سازمان ملل برای حقوق بشر که هر کشور هر 4 ساله گزارش می‌دهد درباره وضع حقوق بشر، تاجیکستان 6 می گزارش شد. باری اول در تاریخ گزارش‌های تاجیکستان 16 کشور به طور آشکار از تاجیکستان اشغال مطلب کاری کرد و تنها کشوری که از
مسئله حقوق بشر پشتیبانی کرد چین بود. دیگر اون کشور پشتیبانی نکرد، برای خیلی کشورها تحقیق کردن و یکی از کارهایی که ما در ژنو کردیم در هفته گذشته ملاقات با همین نمایندگان کشورهای بود که تحقیق کردن و طلب کردن از حکومت پاکستان رعایت حقوق بشر رو ما با آنها تشکر کنیم و معلومات بیشتر رو در اختیار کنیم. حالا در همین 2 هفته آینده برنامه ما ملاقات تقریبا با 4-5 تا کشور دیگر اروپایی هست با ایجاد ملاقات با رسمی کشورها هست. حتما مسئله مهاجرین تاجیک رو خواهیم برداشت. اما یک مشکلی هم هست برادران عزیز، چون توجه بیشتر اروپایی‌ها و کشورهای مثل سوریه و عراق هست، در اونجا جنگ آشکار هست. در ما جنگ پنهانی است که مثل آتشی که دود ندارد، مردم دودش رو نمی‌بینند، مردم تاجیک، ملت تاجیک در بدرون می‌سوزند. ولی در جاهای دیگر این جنگ آشکارتر است. اگر یک کشتارش شد، زندانیش شد، تمام جهان خبر می‌کنه. در تاجیکستان نه، در تاجیکستان کشتن، غارت کردن، مصادره کردن، پیرمرد پیرزن رو هم اذیت کردن. تنها هم چند نفر می‌دونن، چند خبرنگاری که در تاجیکستان توجه دارن. این یک مشکلی است. مشکلی دیگری است که در اروپا چندین از یک میلیون بیشتر مهاجر پیدا شده. این کشورها دیگر تحمل شماره بیشتری مهاجر رو ندارند و برایشان همین مهاجرین سوریه و عراق، افغانستان کفایه است. چه رسد به مهاجرین نمی‌سازید. ولی بازم خبر شد که البته این درک مسئله هست و من باور دارم که در آینده شرایط بهتر خواهد. فقط یک خواهش است. کسانی که به اینجا برای زندگی بهتر آمدن، در وطن مشکلی سیاسی و عقیدتی نداشتن، نام یا ایمیج مهاجر تاجیک رو بد نکنید. من در ژنو چندین سازمان از ما خواهش کردم که تلاش کنیم که بین مهاجرین واقعی سیاسی و کسانی تصادفی فاصله ایجاد شود. چون اگر خدای نکرده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا دیگر سازمان‌های اپوزیسیونی و هر انسان‌های تصادفی سند داد که این اعضای حزب نهضت است یا فلان تشکیلات دیگر است در تحت فشار مقامات دولتی قرار دارد، بعدا معلوم شود که این چنین نیست، این هیچ ربطی به سازمان‌های اپوزیسیونی ندارد. این هم ضربه به این حزب و حرکت‌ها می‌شود و هم به کل مهاجرین تاجیک. البته با ما این خواهش رو رسوندن، مثال آوردن از چند حزب و حرکت‌های کشورهای دیگر که به هر کسی که پیش آمد سپرد دادن، معرفی نامه دادن که پناهنده سیاسی هستند. بعدشان از دست یاد همین کسانی که معرفی نامه دادن کشته شدن در اروپا. من یک مثال آوردم که یکی از افراد کشورهای سابق شوروی از دست کسی کشته شد که به همون پیشتر خودش سپرد داده. من هم خدا را شکر منت نمی‌کنم، اما سر برادرم 12 سال 2 ماه پیش زندانی شد. یک سال پیش بچه احمدی هم 8 ماه زندانی شد از سبب اینکه اینها انسان‌های با عقیده و مسلمان و همچون مثل من نام نمک‌بوده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگانه سبب بود که ما در خارج تحصیل کردیم وقتی مهاجرت. پس من همچون سوال همچون ملاحظه شما نخواستم که برای جوانان و طبیعت دنیا آینده دنیا و جوانها است. مثلا در قرآن عزیزشان الله تعالی ما مثال برد اصحاب الکهف را میگوید که انهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا، یعنی مبارزه‌ای که در مقابل دشمنانش کرده بودند پادشاهی رو، اینها کسانی جوان بودند. پس خواهش من در شما خود محترم این است که چند نقطه همچون نصیحت و همچون بیانیه برای جرأت و جسارت جوانها اگر می‌گفتید بسیار البته ما به حد نصیحت دیگران نیستیم، فقط مسئولیت و متقاضا میکنم که بعضی حرفا رو بزنیم خودشون و در این جمع استادان و حکیم هستیم. اما همونقدر سیم ما به حدی هست که به جوانان نصیحتی باشه. خودمون نیاز به نصیحتی بزرگوار داریم. اما نکته شما بسیار مهم است که
جمعیت فکر شروع کرده بعد واقعی را تقریب نشد که برای که چیزی را به دست بده باید نیروی را خرج کرد تلاش را انجام داد زحمت کشید من که نتیجه بگیرم و نیروی اصلی خود جوانان هست. اگر ما میخواهیم که نیرو خرج کنیم زحمت بکشیم کسانی که خدمت کردن 30 سالشون رفتن تمام دیگر مثل ما صحبت میکنن حرف میزنن ولی نیروی اصلی کاری برای خرج کردن بود هم نیروی جوانان هست و حالا شعارهای در همه جا پایدار کردن که جوانان آینده ملت با طبیعی است که جوانان آینده هر ملت هست آینده هر خانواده جوان هست آینده هر کشور جوان هست این یک شعار اینجا آشفته شده ولی اون چیزی که با ما و شما نمیرسد من میگم که آینده از جوانان نیست حاضره از جوانان هست باید حاضره از جوانان باشد ما باید این شعار یک کمی دیگر کنیم میگه که حاضره هم در دست جوانان و اگر تو از این فلسفه دور نریم فقط جوانان رو برای آینده وعده بدیم تو شما کار کردن میگیره آینده از شما هست شما کار کنید ما نتیجه بدید نه حالا بگیم که نباید کار کنید آینده هم از شما هست امروز هم حاضره هم از شما هست و حالا در این تالار میبینیم که اکثریت جوانان هستند ولی یکی از جوانانی از همه جوانترین ما اکید خب محمد علی درخشانی از کیده نیشا بسیار خسن دیدم بسیار در جوانه حتما زیارت میکنیم ولی اینا هم در اصلی جوانان هستند همه این چون دیگر ما حق نداریم ضعیف مالی کنیم شکایت از سین کار کنیم از پیرامدی کنیم در هر جایی که امکانیت داریم و هر مقداری که امکان داریم مثل یک جوان باید که رفتار کنیم اما مسئله که ما در پرسته در باره جوانان و ظلمی که بالای پیش تمام فرزندان شما قدرهای مرکز مصر ببینید مخصوصا میشم همون رهبر نهضت که بشین آمده یک نفره که بگوید که من مدیومی نهضت هستم قراره این مرکز هستم هر چی که گفتم توسط این اعتراف و خدا را شکر بگم که اکثریت به همین فکر هستن اونایی که اهل انصاف هستن اهل فرهنگ هستن به همین فکر هستن ولی هستن کسانی هم که شکایت‌های زیادی دارن و انصافاً حق هم دارن ما باید قبول کنیم که یک مقدار از اعراض‌ها انتقادها و شکایت‌ها از نهضت اسلامی بلوچستان واقع‌بینانه هست و ما هم بشر هستیم هیچ کس ملک نیست هیچ کس عاری و خالی از کمبودی و از گناه نیست تنها پیامبران هستند که معصوم هستند از گناه ولی باز هم از کمبودی نه تنها از گناه اون معصوم هستند ولی ما دیگر همه بشر هستیم که کردیم کمبودی هم خواهیم کرد و حق دارن دوستان بزرگواران انتخاب کنن از نهضت ولی دلمون می‌خواهد که انتقاد سازنده باشد واقع بینانه باشد جوان مردانه باشد آشکار در روم باشد نه اینکه در شبکه‌ها در محفل‌ها و انتقادهای غیر واقعی برای مثال که از انتقادهایی که به نهضت میشد وارد میشود و هنوز هم ادامه دارد این است که میگن خب شما اگر نه مواجه شده نه دیده که حکومت چی حکومت باور کرده به اصل وقتی که ما 2 سال پیش میگفتیم که بیایید انقلاب کنیم گردهمایی کنیم تظاهرات کنیم در دوشنبه شما با ما شریک نمیشید همراه ما نبودید امروز که به سر خودتون آمد شما را زندانی کردن بستن مصادره کردن مهاجر شده مثل ما تقریبا با یکی از ما شدیم صحبت میکنیم ولی هیچ کس سوال نمیدهد که وقتی که نهضت یگانه نیرویی بود که در داخل کشور در اون شرایط تنقیب میکرد فعالیت میکرد و خودش هم تنها بود از بیرون استفاده دعوت به انقلاب کردن دعوت به پیکر در دوشنبه کردن حرف بلند کردن خیلی آسان است امروز ما هم میتونیم کنیم ولی آیا ما حق داریم ما و شما امروز در آلمان نشسته از کسانی که در دوشنبه هستند بگیم که در فلان تاریخ باید انقلاب کنید باید با خیابان برید اگر من میخواهم که کسی انقلاب کند
طرفدار پیکت تظاهرات انتخابی در دوشنبه هستم، باید خودم در صف اول باشم، در همون جا باشم. خوب نیست در بیرون نشستن از دور مردم رو دعوت به انقلاب کردن و کسانی که انقلاب نمیکنن یا امروز در خیابان نمیریزن اونها رو متهم و ترسوکی و ترسانچکی و بجورتی کنید. وقتی که به کار دعوت میکنید امروز از باب نصیحت بکنید، مشورت من به جوانان و همه دوستان همین است. و هر کاری که دعوت کردید خودتون در صف قرار بگیرید وگرنه حرف شما را اون کس جدی نخواهد گرفت. برای همین باید برنامه‌ها طبق قدرت و تمام‌مندی در چارچوب امکانیت‌ها برقرار کنیم. ما باید واقع‌بینانه رفتار کنیم. هر برنامه‌ای که خودمون از عهده‌اش می‌بریم اون رو باید اعلام کنیم برای مردم. نه اینکه در اروپا بشینیم و مردم رو بگیم که فردا در فلان تاریخ مردم در خیابان‌ها دوشنبه ببینید و هر کس که نرفت اون ترسانچک است، نامرد هست. این کار نیست اینجا. ما در دوشنبه بودیم میدونستیم که چی وضعیت میگذره. با وجود همین کار میکردیم در فرمان، در صحبت‌ها، در ملاقات‌ها حرفای ما رو میزدیم. ولی وقتی که گفتن که فلان روز دعوت و انقلاب و مردم میبخشید در اینجا شرایط رو میدونیم، بیاید در پهلوی ما قرار بگیرید. اگر که توانستیم با هم کردیم مرحمت. ولی نهضت اسلامی تاجیکستان نیست که این صدر این قیمت رو همیشه داشت و نام میکنیم که خداوند همیشه این قیمت رو میدهد نسبت تنقید و حتی تحقیر برادران و همسفان و شریکان و تحمل رسول. ما را برادران اسلامی هم تنقید میکنند در شبکه‌ها، در تلویزیون‌ها، حتی برادران در رسول حق چقدر تحقیر و حتی مسخره میکردن که این صبر اینها چی شد، محافظه‌کاری و احتیاط اینها چی شد و همیشه رسیدن. این حرفا رو ما میشنویم. از طرف برادران دنیوی هم تنقید میشنویم، تحقیر میشنویم. ولی باز حرفمون همین است که انتقادها، ارادات، نور دیگر تا سر ما با احساسات داده نمیشیم، از هیچ کس ناراحت نمیشه، کارمون رو دانسته میکنیم. کسانی که مثل نهضت اسلامی تاجیکستان اذیت شدن، در داخل بودن، صبر کردن، واقعا ما صبر کردیم. جز صبر دیگر راهی نداشتیم، جز احتیاط دیگر راهی نبود. و هر کسی اگر صبر نمیکرد، احتیاط نمیکرد، مصیبت از این بدتر میشه. حالا اگر 200 نفر داریم و هزارها نفر زیر راسته کشته ها از این بیشتر میشه. و کسانی که در بیرون نشسته صدا بلند میکردن اینو خوب میدونستن داره همین بیرون آمدن. اگر در داخل یک حکومت ظالم و خودکامانه بود چرا نگران کردن؟ چرا از بیرون دعوت به انقلاب میکردن؟ برای اینکه در داخل وضعیت دیگر بود. ما همین رو میدونستیم، مشاهده میکردیم و همون لازم صبر و تحمل داشتیم. حالا هم دعوت و صبر میکنیم. ولی صبر در چی؟ اون وقت صبر در احتیاط در ملاحظه‌کاری که به دست رقیبان و دست دشمنان دینی و اسلام بهانه ندهید. نگویند که اینها اکستریمیست و تروریست و دیگرند. یک فتنه را خودشان درست کردن، امروز اتهام را با دوش نهضت میزنند که نهضت تروریستی است و تبدیل کردن. اگر خدای نکرده نهضت دست به کار میزد بعد چی میشد؟ امروز هم دیگه صبر داشته باشیم، ولی صبر در مبارزه. نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور صبر میکرد، در احتیاطکاری، در استواریش صبر داشت. امروز که وارد مبارزه شده است، انشاءالله در مبارزه هم صبر خواهد کرد. کسی که در همه حالتها صابر هست، صبر دارد، در مبارزه هم صبر بیشتر خواهد داشت. حالا کسانی که ما را با صبر زیاد رهنمایی می‌کنند، ما ببینیم که در پهلوی ما در این راه طولانی و مشقت چقدر صبر خواهند کرد. من باور دارم که اکثر کسانی که ما را تنقید می‌کردند، ما را گران می‌گرفتند، امروز خودشان اکنون درک کردند که نه، نهضت اسلامی تاجیکستان برای صبر و تحملش دلیل داشت و در مبارزه کردن ایشان در دیگران با صبر و تحمل‌تر پیش خواهد رفت. بخشش باشه اینجا با واسطه SMS دو سوال روی کردن که باید میکنم. یکی سوال رسوله که آیا بعدی
این انتخابات که بگیم مقصدشون همین پروسی 22 باشه. یگان راه هست که به جمهوری ترکستان برگردیم. سوال دیگه میرسه که اگر امکانیت برگشتن شد و قوانین این حکومت بازی میشه. خب راه بازگشت به وطن هست، یگانه راه این مبارزه است. مبارزه مشروع، مبارزه دور از خشونت و تروریسم و اکستریمیسم. من چرا کلمه مشروع رو استفاده می‌کنم؟ کلمه مشروع در زبان‌های اروپایی با اون لگیتیم نیست، معروف است. اگر رحمان با شما طلب صلح است، واقعا صلح می‌کنید. این سوال رو برام در چند پایتخت، در چند ملاقات و سالن‌های بین‌المللی، در چند جاها می‌کنند که اگر طلب صلح باشد، من جواب بسیار آشکار شد. حالا هیچ زمینه‌ای را برای صلح و مذاکرات من در تاجیکستان نمی‌بینم. نه اون طرف خواهشی صلح مذاکرات دارد، اون خودش حالا غالب بداند. در جنگ شهروندی در اون مقاومت پیروز نشد، نتوانست پیروز شود و ما تازه بعد فهمیدیم که اون هوس را همیشه در دلشون داشتن یک روز بالای افغانستان پیروز شود. در میدان جنگ در مبارزه آشکار نتوانستند، با خیانت و با کار را از پوش دادن و اشکنی خواستند که پیروز شوند ولی اینجا پیروز نشدند. من زمینه را حالا نمی‌بینم ولی نهضت اسلامی تاجیکستان از اول طرفدار صلح و مصالحه بود، هست میماند. ولی صلح و مصالحه با جوانمرد نه با خواهی. با خواهی یکی با خواهی کرد هیچ کس صلح نخواهد کرد. ما این صلح را یک مرتبه کردیم، دیگه اون مولا کردن. حتی در شرایطی که صف پیش مظاهران در داخل دوشنبه، در شرق دوشنبه، در تپه سمرقند جا بود، مجبور شد دیگر حکومت را از دست بداد و افغانستان جنگ زدن سفر کرد. افغانستانی که در اونجا جنگ بود چون در قلعه تنازع از قدرت رفتن بود. حالا دیگر افسانه میگفتند که این جسارت بزرگی که به خاطر ملت و به خاطر کشور افغانستان ساخته شد، من میگم نه، به خاطر نگه داشتن قدرت است. اگر میتونستن از روز اول مذاکرات نمیکردن، مذاکرات کردن. ما هم باور کردیم. نیروهای افغانستان در شرق دوشنبه بود، در داخل دوشنبه بود، تمام منطقه‌ها مذاکرات بود، به خاطر ملت و به خاطر صلح بشر گذشت شد. ولی بعد از اینکه خیانت کردن، اگر هر مذاکرات، هر مصالحه شود، دیگر با خائنان نمیشود، با جوانمردان، با آدمانی که در پای حرفشان و عهد و وفاشان خواهند. خب برادران خواهرای عزیز، من تشکر می‌کنم به همتون. در چهارمین دیگر دور شما اعلام کردن. از همتون تشکر که وقت صرف کردید، زحمت کشیدید، در ملاقات آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. ای بار سوار عرشی گفتی، ششکی و ما اطاف هستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فلاح هستی. پروردگارا این حکمت ما را به درگاهت قبول بگردان، زودتر به وطن خود برگردیم و با دوست و یار و دوستان اللهم ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.